کدوم یکی از این نشونه ها رو بیشتر توی خودت حس کردی؟ برام حتما تو کامنت ها بنویس و اگر دنبال بیدار کردن انرژی درون دستی لایک کن، زنگوله هم بزن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. Emotionary.com. تا حالا شده حس کنی بی دلیل خسته‌ای یا انگار هیچ چیز سر جای خودش نیست؟ این حسا ممکنه نشونه‌ای باشن از مسدودی چاکرا، یعنی جریان انرژی در بدنت متوقف شده و تو از درون دچار بی‌تعادلی شدی. Emotionary.com. وقتی یکی از چاکراها ضعیف یا مسدود میشه، انرژی پرانا یا نیروی حیات نمیتونه آزادانه حرکت کنه. نشوناش احساس اضطراب، بی‌انگیزگی یا حتی بیماری‌های جسمی و روحیه. چاکرای ریشه وقتی مسدود، احساس ناامنی، ترس، بی‌ثباتی داری، انگار زمین زیر پاهات خالیه. Emotionary.com. چاکرای خاجی باعث بیمیلی، افسردگی یا سرد شدن از لذت‌های ساده زندگی میشه. چاکرای خورشیدی نشونش حس ضعف، شک به خودت یا ناتوانی در تصمیم گیریه. Emotionary.com. چاکرای قلب مسدودیش باعث میشه عشق و اعتماد سخت بشه و مدام احساس تنهایی کنی. چاکرای گلو وقتی بسته است، نمیتونی خودت رو بیان کنی یا احساس میکنی صدات شنیده نمیشه. Emotionary.com. چاکرای چشم سوم باعث گیجی، بی‌تمرکزی یا گم شدن در افکار منفی میشه. چاکرای تاج وقتی بسته است، از درون حس قطع ارتباط با جهان و معنویت رو پیدا میکنی. Emotionary.com. مسدودی چاکرا فقط یه اتفاق فیزیکی نیست، بلکه نشونه ای از نیاز درونی برای تعادله. در ویدیو بعدی یاد میگیری چطور با مدیتیشن و تمرکز رنگا چاکراهات رو پاکسازی و فعال کنی. کدوم یکی از این نشونه ها رو بیشتر توی خودت حس کردی؟ برام حتما تو کامنت ها بنویس و اگر دنبال بیدار کردن انرژی درون دستی لایک کن، زنگوله هم بزن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی.